بندگان ما، بگو به بندگان ما که گناه کرده، انواع گناه ها را کرده. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوی، مایوس نشوی. رحمت الله وسیع است. الله اکبر. الله لازم گرفته وسعت رحمت خدا، نوشته کرده رحمت خدا. بیایید این روزا در وقت افطار دست بالا کو، گریان کو که یا الله اینقدر نعمت های تو را من استفاده کردم اما شکر گزاری نتانستم. اینقدر لحظات ما در بهیدگی دیر شد، اینقدر لحظات ما در گناه دیر شد، اینقدر لحظات ما آزار و اذیت بود، دو دشنام بود، فقط نیت و اراده خراب داشتم. الله چه بهترین فرصت قبول کردن دعا را برای ما نصیب کرده ای. الله ما بسیار محروم میشم اگر امروز دمی روز دعای ما قبول نشوه. الله اگر ما دعای مستجاب نشوه سخت محروم هستم. خدا الله اگر هر قدر گناه دارم، یقینا گناه دارم، معصوم نیستم، انسان خطاکار هستم، اشتباه میکنم، نسیان میکنم، جاهل هستم از عاقبت گناه، از انجام گناه. لیکن یک امر دارم، یقین دارم الله که تو رحمان هستی و بخشش میکنی گناه را. الله تو رحمان هستی، بخشش میکنی گناه را. من مایوس نیستم اگر کل کوهاور گناه دارم، از رحمت تو مایوس نیستم، چرا خود گفته ای لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت الله مایوس نشو. ای بنده ما، ابلیس تو را مایوس میسازه، از همون خاطر دامن تا اعلام میکنی که بان کلگی ما تر شوه، نکو اتر. الله اکبر. حدیث ابی هریره رضی الله عنه را خواندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرما لو اخطأتم حتی تبلغ الشمس، اگر شما خطا کردی، گناه کردی تا اینکه به آفتاب برسه، گناه بکنی که تا آفتاب برسه، بازم لطاب الله علیکم، الله رجوع رحمت بالایتان میکنه. لطاب الله علیکم، رجوع رحمت بالایت میکنه. ای بنده، این ماه اینمی ماه است، سوال بکن از الله متعال گناهی تا حالتی تا چقدر احسان الله قطعت کرد. یک ماه مکمل خوراک سرت بند نکرده، مکمل نوشاک به طور کلی بند نکرده، محدودیت گذاشته از یک وقت تا وقت دیگه. احساس کردی گرسنگی را؟ احساس کردی تشنگی را؟ احساس کردی گرمی را؟ کردی احساس؟ اگر فرمان الله را نبری، اگر 4 دقیقه ای برق بروه و پکا استاد شوه، عرق میکنیم، جانی ما تنگ میشه، خدا شور میدیم. در اون حالتی که بستای آدم بسته باشه و آتش برید میزنه، آتشی که الله در دانه، او را چطور دفاع میکنی؟ تو توان مقاومت داری در قدیم قهر جهنمی که اگر سنگ پرتی 700 سال میره پایین، در اونجا چی میکنی؟ و بنده یادی بیار، و بنده آخرت عقیده داری، جهنم عقیده داری، نافرمانی الله را تو کی بکنیم؟ تو کی نافرمانی الله باشه؟ کدام موقعی است برای ما تو الله فرصت میده؟ رمضان میاره، تو از این رمضان درس میگی، فقط محدودیت سرت ماند. چقدر تشنه و گشنه شدی، چقدر اونجا زقومی که میخوری که لا یغنی برای تو یک دفعه نمیکنه من الجوع، از گرسنگی را بخو این چیز نیه. لیکن بگاه شربت جور کرده ای، بگاه آبی سرد جور کرده ای، لیمو انداخته ای، بسیار با لذت میخوری. اگر دو زمانی که ریم جهنمی آمیا و تو خورده رایستی، این چه قسم میکنی؟ یک مرتبه به ذهنت بیار، یک مرتبه متوجه شو. ای بنده، به الله قسم، احسانات الله اون قدر است، اون قدر بی پایان است که انسان شمار نمیکنه. کل عمر وجودی تو محتاج به الله بود، هر لحظه محتاج به الله بودی و کل نیازهای تا الله پورا کرده داده. عمرت شمار کو، 70 سال عمر داری، 70 سال اعضای وجود مکمل اتوماتیک کار کرده. یک دقیقه
اپندکس میشی در پیش دکتر جان میروی به الله قسم اگر پرسان کنی که چند میگیری زود دکتر صاحب میگی دکتر صاحب جان الان زود شو که بیادرم اپندکس شده 1 ساعت باقی مونده اگر عملیات نشوه از بین میره دکتر صاحب چاپلوسی میکنی دکتر صاحب پولا میکشی برش میگیری فیصله نمیکنی آنقدر تشکری آنقدر قدر آنقدر احترام آنقدر اکرام به یک دکتر صاحب برای 1 ساعت فقط رودت خورده پس او را عملیات کرده قطع کرده وصل کرده یالله که اینقدر عمر احساناتش تو دیدی لمس کردی مشاهده کردی ای بنده گناهگار تا کی از الله فرار میکنی تا کی میگروزی تا کی این قوت بری تو موجود است تا کی این حیات تو زندگی برات موجود است برای تو در ذهنت بگی ساعت دیگه میمرم فشارم بالا میره ساعت دیگه تکر میکنم ساعت دیگه سرطان میشم به الله سبحانه و تعالی رفتلیستم یا الله چی کردم رمضان آمد لحظات و نسیم توبه کردن بود الله کدام ذات است الله را بشناسیم کدام ذات است الله اکبر ابی موسی اشعری رضی الله عنه میفرما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عز وجل یقینا نور الله که عزیز است عزتمند است ارادهش نافذ میشه حکمش میچله هیچ کس اراده از او مانع شده نمیتونه و او ذاتی که عظیم است جل است بزرگ است او چی میگه یبسط یده باللیل دستی که لایق شان الله است میگسترانه در شب چرا میگسترانه هموار میکنه لیتوب مسیء النهار به خاطر که توبه کنه کسی که در روز گناه کرده الله دست دراز میکنه به گناهگارا که توبه بکنه تا الله توبهشون قبول کنه که روز گناه کرده و یا یبسط یده باللیل و یبسط یده بالنهار دستی که لایق شان الله دراز میکنه در روز لیتوب مسیء اللیل به این خاطر که رجوع بکنه کسایی که در شب گناه کرده حتی این معامله قطی تو بنده غافل قطی تو بنده باغی قطی تو بنده جاهل قطی تو بنده که هیچ الله را نشناختی نه رحم الله را نه معرفت نعمت الله را لیکن الله بتالی معامله را قطع داره حتی تطلع الشمس من مغربها تا ای که آفتاب از مغرب طلوع بکنه الله دری توبه را نمیبنده در روی تو ما بگوید که با وسع قدر رحمات الله انسان بازم مستحق جنت الله نگرده مستحق مغفرت الله نگرده ای آدم مستحق جهنم نباشه ابد الاباد نباشه شما خود فکر بکنید و ذاتی که برات میگه که تا آفتاب گناهایت برسه تا آفتاب گناهایت برسه الله اکبر الله اکبر ابی هریره رضی الله عنه می فرماید والذی نفسی بیدی ابی هریره رضی الله فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود والذی نفسی بیدی قسم به او ذاتی که نفس ما در یدی که لایق شانش است در یدی از او قرار داره لو لم تذنبوا اگر شما گناه نکنید لذهب میبره لذهب الله بكم الله میبره شما را ولجاء بقوم يذنبون خامخا الله قومی را میاره که و گناه بکنه فیستغفرون الله بخشش طلب میکنه از الله فیغفر لهم الله برشان بخشش میکنه حدیث مسلم شریف و بخاری شریف است ببینید اگر ما گناه نکنیم و استغفار از الله طلب نکنیم قوم دیگری را میاره احسان الله را ببین چقدر رحمان است چقدر مهربان است زمانی که افطار میکنی دست دعایت بالا کن یک فرحت و خوشی است فرحتان للصائم دیگه فرحت دمرای ملاقات الله سبحانه و تعالی است گپ الله یقینی است حق است راست است بنده چقدر تفاوت قائل شدی برای متاع دنیا چقدر زحمت و محنت کشیدی برای الله چقدر زحمت کشیدی بنده چی کردی بنده چقدر احساس پیدا کردی در رمضان چقدر فهمیدی که شیطان از ما دور شده چقدر فهمیدی که رحمت الله دروازهش باز شده چقدر احساس کردی که در این هر شب رمضان عتقا من النار است مردمی است که از آتش آزاد کرده میشه در ذهن آمد که یا الله من در جمله امی عتقا شما رستم یا نه نشوه که در او عتقا من نباشم یک کم احساس برد آمده بود
رسول الله خو کلی توصیه ها را برات کرده بود، تو زد زینت گرفتی، متوجه شدی که چی کرده؟ عزیزان گرامی، فرصت بزرگ و نعمت بزرگ، ما گناهگار هستیم. اگر الله سبحانه و تعالی اعلان قبولیت توبه را نمی کرد، اگر الله سبحانه و تعالی اعلان قبولیت توبه را نمی کرد، چه راه و چاره داشتیم؟ کدام طرف می شدیم؟ آیا مال و متاع و اولاد کفایت می کرد؟ نه. یوم یفر المرء من اخیه، روزی آمدنی است که اونجا فرار میکنه برادر از برادر و امه و ابیه، و از مادری خود و از پدری خود، و صاحبته و بنی، از زن و فرزند خود فرار است. او تو روز میآید چی میکردی؟ الله قبول میکنه. ان الله یقبل التوبه عن عباده، الله است که قبول میکنه توبه از بنده های خود. و یعفو عن کثیر عن السیئات، الله عفو میکنه از گناه ها. الله هست چه موقع برات داده، چه عظیم نعمت برات کرده. الله برات میگه و بنده گناهگارم از رحمت ما مایوس نشو، بیا رجوع بکن و توبو الى الله توبه نصوحا، رجوع بکنی به سوی الله به توبه مخلصانه صادقانه که واقعا دیگه شایبه نعوذ بالله منافقت و تنها کلمه زبان نباشه، از صدق دل، از صمیم قلب، در عمل واقعا آدم رجوع به سوی الله متعال بکنه.